با سلام می آغازم نامه ای را که عنوانش خداحافظی است. آری، خداحافظی عنوان نامه گابریل گارسیا مارکز، نویسنده معروف و شهیر آمریکای لاتین است که بعد از اعلان رسمی و تایید سرطانش نامه خداحافظی برای دوستانش نوشت که بسیار تکان دهنده و پرمعناست. گابریل نویسنده رمان مشهور 100 سال تنهایی و همچنین برنده جایزه نوبل 1982 میلادی است. آنچه از پی می آید خلاصه نامه گابریل گارسیا مارکز می باشد. گابریل این چنین می نویسد: اگر خداوند دوباره تکی کوچکی زندگی به من ارزانی می داشت، کمتر می خوابیدم و دیوانوار رویا می دیدم، چون می دانستم هر دقیقه‌ای که چشمانم را برهم می گذارم 60 ثانیه نور را از دست می دهم. و هنگامی که دیگران می ایستند راه می رفتم، و هنگامی که دیگران می خوابیدند بیدار می ماندم، و هنگامی که دیگران صحبت می کردند گوش می دادم، و از خوردن یک بستنی شکلاتی چه لذتی که نمی بردم. اگر خداوند تکی زندگی به من ارزانی می داشت، جامه‌ای ساده به تن می کردم، نخست به خورشید چشم می دوختم و نه تنها جسمم که روحم را عریان می ساختم. خدایا، اگر دل در سینه‌ام همچنان می تپید، تمام تنفرهایم را بر تکه یخی می نگاشتم و سپس طلوع دوباره خورشیدت را انتظار می کشیدم. با اشکهایم گلهای رز را آبیاری می کردم تا درد خارهایشان و بوسه گلبرگهایشان را حس کنند. خدایا، اگر تکی زندگی می داشتم، نمی گذاشتم حتی یک روز بگذرد بی آنکه به مردمی که دوستشان دارم نگویم که دوستشان دارم. به همه مردان و زنان می باوراندم که قلبم در اسارت و سیطری محبت آنان است. گر خداوند دوباره فقط تکی زندگی در دستان من می گذاشت، در سایه‌سار عشق می آرمیدم و به انسانها نشان می دادم که در اشتباهند، چرا که گمان می برند وقتی پیر شدند دیگر نمی توانند عاشق باشند. آه خدایا، آنان نمی دانند زمانی پیر خواهند شد که دیگر نتوانند عاشق شوند. به هر کودکی 2 بال می دادم، رهایشان می کردم تا خود بال گشودن و پرواز را بیاموزند و به سالخوردگان یاد می دادم که مرگ نه با سالخوردگی که با فراموشی از راه می رسد. من دریافتم که همگان می خواهند در قله کوه زندگی کنند، بی آنکه بدانند خوشبختی واقعی وابسته به سنگریزه‌ای است که در دست دارند. دریافتم که وقتی طفل نوزاد برای اولین بار مشت کوچکش انگشت پدر را می فشارد، او را برای همیشه به دام می اندازد. دریافتم که یک انسان تنها زمانی حق دارد به انسان دیگری از بالا به پایین بنگرد که خواسته باشد دست او را بگیرد تا روی پای خود بایستد. من از شما بسی چیزها آموختم، ولی چه حاصل که وقتی اینها را در چمدانم میگذارم در بستر مرگ خواهم. گابریل گارسیا مارکز، فریبرز موسی زاده.